گفتی موت نکن، به خودت ضرر میرسونی. رسانم به خودم میرسانم سنا. گناه کنم مگر جزایش را خودم نمیبینم. در دنیا تنها نیستم مگر. تو چی ها میگوی دوغان؟ تو هم از این عائله هستی، تو تنها نیستی. تنهایم سنا. از روزی که به دنیا آمدم این عائله از من روی گردانده است. چیزی که خواستم نشده است سنا. همه با یک دیگر نزدیکن. من باشم تنهایم. به عائله داری از دور نگاه میکردم. میفهمی از دور. اول به سرمه، بعد به تو. آخر تو هم مرا خوش نمیکنی همینطور دی؟ معلوم است خوش نمیکنی. Zamansız ayrılık, söyle bu kaçıncı hüzün, şimdi sızlan yüreğim, ah yine de söylenemem. Sensizim yanıyor yüreğim bugün, ayrılık yine körledi. وقتی داغن دیوانه قبول کن. نشو. چیزی که شود شدن گیرد. دیگر تنها ماندن نمیخواهم. از تنهایی بیزار شدم. بیزار. قریب که همه عائله جمع آمدیم. کی ها باز همین خیلی یک جا جمع نشده بودیم. حاضر از شما خواهش دارم که کینه و عداوت را یک طرف گذاشته با هم آشتی شوید. برای باز یک عائله مستحکم را برقرار کردن در دلتان نباید ذره کینه و عداوت دشمنی باقی ماند. من هم باید از جیانم بخشش پرسم. استغفرالله عمک، چی ها میگویید؟ تو رو خیلی رنجوندم عمر. توی بیگناه را گناهکار کردم. عمکت را ببخش. استغفرالله عمک، عیبی من هم هست. نسبت شما ناحرمتی کردم. شما هم اگر توانید مرا ببخشید عمک. خدایا شکر. هاشم، سرمه و عمر اکنون خاندار می شوند. مال و ملکی که به عمر تعلق دارد باید برگردانی، وگرنه این جمع آمدی امروز زمان یگان معنای ندارد. البته پدر راست میگویید. میلش من هم از دستم چیزی که باید میکنم.
میبینم که همه‌تون آشتی کرده اید. حتی نفرانی که یکدیگر را به کشتن تهدید میکردن دست دادن. اما تنها داغن در بیرون ماند. نه پسرم، مگر این خیل می شود؟ هیچ وقت رو در بیرون نمیگذاری. اما غیر از من آدمی بدبخت هست؟ هست! عمر در آخر به مرادش رسید. با سرمه خانه‌دار می شود. فکرت با علیه آشتی کردن. در روی همه گل می شکفم. اما من هنوز تنهایم. داغم پسرم گوش کن. نه 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 نه. نگوید که این خیل نیست. نصیحت هایتان تنهایم را برطرف نمی کند. برای حل این کار یک فکر به سرم آمد. یا قبول میکنید یا اینکه در بینتان همه وقت یک تخمی پوسیده میمانم، همه جای را بوی میگیرانم. بگوی پسرم حل این کار چگونه است؟ با صنم خانه‌دار شوی امان را اجازت میدهید. یا توبه. گوش کن داغن پسرم، این خیل خانه‌دار نمی شوند. آیله برپا کردن هم یک آداب دارد، میفهمی؟ پیش از همه رازگی طرفین ضرور است. چند سال باز تنها زندگی کردم، بی مادر، قریب که بی پدر. هیچ کدامتون غمم را نمیدانید. همه وقت از این عائله بیرون بودم و من چون به آواره‌گرد نگاه میکردید. اما چه خیلی که نگاه میکنید، نگاه کردن گیرید. من هم یک فرد این عائله‌ام. در خونی من هم خونی عدلیگی ها جاری است. این رو عوض کردن نمی شود. یا شما به من اجازت می دهید که با صنم خانه‌دار می شوم، یا این آشتیتان خراب می شود. دیگر می مرم و تنها نمی مانم. من گپم رو گفتم. باقی از شما. باشه جانم. تشکر. داغن به خدا با صنم خانه‌دار شوید خیلی معقول شد. در آخر با تو پدر و پسر می شویم. هم قوتمون هم مال و ملکمون یک می شود، می فهمی؟ چه خیلی که می گویم دو کس از یک کس زیاد است. من هم در آخر صاحب یک عائله می شوم. خرسندم ممک. یک عائله حقیقی. شما که راضی می شوید، صنم چی می گفته باشد؟ تو بیشتر فکر نکن داغم. بینی صنم در آسمان باشد هم لیکن گپی پدر رو گوش می کند. امروز نگفت پگاه هم می گوید می بینی. صنم چه اینقدر تو رو عذاب میدهد؟ تو حاضر عقلت رو نیو دلت رو گوش کن که او چی میگوید. تشکر سرمه. سلام صنم. سرمه. سلام. تا بازدید. خیلی شد تو را اینجا انتظارم. با تو گپ دارم.
بله دوغان. دین شب از کاری کردم حیران شدی همین یعنی البته حیران شدم. انتظار نبودم. اکنون بعضی چیزا رو فراموش کردن میخواهم با تو خانم را آباد کنم. خواهشی خانه دارشویم یک لحظه اینا نبود، این رو در حقیقت میخواهم. دفعه گذشته مثل کودک رفتار کردم، این را حالا درک کردم. از پشت یک چیزی نالازم رفتم، لیکن بعد از این نمیروم. با تو همراه یک عائله نمونوی برقرار کردن میخواهم. سنم باور کن، من کسی شدن میخواهم که رای خانهش را دوست میدارد، انسانوار زندگی میکند. سنم مایلش دوغان. زود جواب نده، یک فکر کن. چی؟ من راضیم که بود خانه دار شدم. فقط یک شرط دارم. بعد از این قمار، عرق نوشی و دیگر کارهای بدت را در حال میپردازی. چه خیلی که میخوایی؟ خوش آمدید نادره های عزیزم. خوش باشید بابا جان. مرحمت، گذشته شنید. وای، با دوغان به یک قرار آمدیم. چی شد؟ من تکلیف خانه دارشوی او را قبول کردم. بابا جان، اول اجازت شما، بعد عمک هاشم اجازت دهند. مایلش، اول از سنم یک سوالی دادن میخواهم. البته بابا جان. دخترم، ما تو را مجبور نمی کنیم که برای خوشبختی این عائله به داغن خانه دار شوی. رازگی در دست توست دخترم. من میخواهم بابا جان. این خیل باشد، من غیر از دست دراز کردن دیگر علاجی ندارم. خداوند بختت را دهد دخترم. خداوند تو را شاد گرداند پسرم. تشکر بابا جان. تو را هم جانم.